26 تیر ماه سال 90 بود که خبر قتل روح الله داداشی در تمام رسانه‌های دنیا پیچید. ماجرای قتل روح الله داداشی، قوی ترین مرد دنیا، چه بود؟ سلام، من رامین هستم، راوی پرونده های جنایی. روح الله داداشی تیر ماه سال 90 به دست یک جوان به قتل رسید. روح الله داداشی در درگیری خیابانی کشته شد و این در حالی بود که قاتل روح الله داداشی بعد از درگیری به قتل به سرعت شناسایی و دستگیر شد. قاتل روح الله داداشی در ملأ عام به دار مجازات آویخته شد. روح الله داداشی یکی از قوی ترین مردان ایران بود. قدرت نمایش با چاقو تبدیل به یک فرهنگ تراژیک در میان برخی جوانها شده است. این فرهنگ خشونتبار غلط در طول تاریخ فجایع خیلی ناگواری به بار آورده است که یکی از این فجایع زمانی رخ داد که یک نوجوان آنچنان مجذوب شهرت و قدرت شد که دست به چاقو برد و قوی ترین مرد ایران را قربانی قدرت پوشالی خود کرد که احساس قدرت کاذب را تنها چاقویی که در دست او بود به آن نوجوان القا کرده بود. ماجرا از این قرار بود که در عصر روز حادثه 3 جوان سوار بر یک پراید مشکی شروع به کلکل با سرنشینان خودروی روح الله داداشی در 45 متری گلشهر کرج کردند. وقتی روح الله داداشی سراتوی زرشی رنگ خودرو کنار زد و از خودرو پیاده شد، از آن 3 جوان یکی به نام علیرضا با چاقو به روح الله داداشی یک ضربه زد و همین باعث به قتل رسیدن روح الله داداشی شد. علیرضا در دادگاه گفته بود که قصد قتل نداشت و فقط از هیکل مرد آهنین ترسیده بود. در همان دادگاه صاحب یک خودروی شاسی بلند که همان روز با علیرضا و دوستانش درگیر شده بود اظهار داشت: این چند جوان به من حمله کردند. قصد آنها فقط قدرت و نمایش بود. بعدم متوجه شدم که بعد از درگیری در یک پارک جمع شدند و با افتخار برای دوستانشان تعریف کردند که راننده یک خودروی شاسی بلند را کتک زدند. روح الله داداشی یکی از قوی ترین مردان ایران بود که بعد از به قتل رسیدن او خانواده اش درخواست قصاص قاتل را کردند. اجرا به پرونده قتل روح الله داداشی در وقت فوق‌العاده صورت گرفت و قاتل در ملأ عام به دار مجازات آویخته شد. بعد از اجرای حکم قصاص خانواده داداشی بارها اعلام کردند که از اجرای این حکم و اعدام یک پسر جوان و کم سن سال پشیمان هستند. برادر روح الله داداشی گفته بود که تحت فشار هواداران مجبور به اجرای حکم شدند. رونمایی از آخرین نامه قاتل روح الله داداشی چند سال از این جنایت می‌گذرد که نامه علیرضا ملا سلطانی قاتل روح الله داداشی فاش شد. او در این نامه نوشته بود: میتونم بگم از کاری که کردم خیلی پشیمونم. من نمیخواستم این اتفاق بیفته چون نمیخواستم چاقو به دست بگیرم. من موقعی که از ماشین خارج شدم چاقو در دستم بود. با چاقو او مرحوم رو زدم. شاید اگر چاقو در ماشین یا دستم نبود آن قتل صورت نمی گرفت. از همه جوانان همسن و سالم میخواهم به خاطر خدا و پدر و مادرشان چاقو دستشان نگیرند. از همه مردم و ورزشکاران و دوستان مرحوم روح الله داداشی عذرخواهی میکنم. امیدوارم که خداوند بزرگ منو مورد عفو قرار دهد. من علیرضا ملا سلطانی از خود پشیمانم. باز هم میگویم ای کاش چاقو با خودم حمل نمی کردم. در ادامه میپردازیم به ناگفته های برادر روح الله داداشی. موی سفید و صدای غمگینش نشان میدهد که هنوز هم به سوی برادرش نشسته. برادری که به گفته خودش هم فرزندش بود، هم دوستش و هم شاگردش. 7 سال پیش درست در همین روزها بود که برادرش را از دست داد. پسر 30 ساله‌ای که یکی از مردان آهنین ایران بود و در چندین مسابقه افتخار آفرینی کرد. روح الله داداشی که کشته شدنش به دست یک پسر 18 ساله خشم مردم ایران را برانگیخت. مردمی که تاب قتل قهرمانشان را نداشتند. حالا 13 سال از آن تیر ماه غم‌انگیز سال 90 می‌گذرد. ولی علی هنوز هم با شنیدن اسم روح الله بغض می کند. نمی شود گفت که یادآوری آن روزها حالش را بد کرده است، چون علی داداشی هر روز و هر شب به آن اتفاق و آن 40 روز وحشتناک فکر می کند. هنوز هم سوالهایی در ذهنش بی پاسخ مانده. در آن 40 روز آنقدر سوگوار برادرش بود
که اصلا نتوانست درست فکر کند و تصمیم بگیرد. علیرضا 18 ساله بلافاصله پای چوبه دار رفت و این پرونده برای همیشه بسته شد. ولی خانواده روح الله داداشی و خانواده علیرضا هرگز نتوانستند رنگ آرامش را ببینند. سر و صداها خوابید، خشمها فروکش کرد، حاشیه‌ها تمام شد و دستگاه قضایی هم کار خودش را به پایان رساند. ولی کسی نفهمید که این دو خانواده تازه روزهای تلخ و سیاهشان آغاز شده و زندگی روی خوشش را از آنها گرفته است. علی داداشی که 8 سال از برادرش بزرگتر بود، در گفتگویی از این 13 سال سختی که گذشت میگوید. از علی داداشی برادر روح الله داداشی پرسیده می شود 13 سال گذشت. در این مدت از اینکه قاتل برادرتان را نبخشیدید پشیمان نشدید؟ علی داداشی میگوید من از همان روزهای اول هم خواستار اعدام نبودم. دوست نداشتم آن پسر اعدام شود و تا لحظه اجرای حکم هم مخالف بودم. پرسیده می شود پس چرا رضایت ندادید؟ علی در جواب میگوید نمیشد. مردم و طرفدارهای برادرم اجازه نمیدادند. در واقع ماجرای قصاص قاتل از اختیار ما خارج بود. ما هیچ نقشی در اعدامش نداشتیم. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و اصلا روال طبیعی نداشت. از طرفی داغمان تازه بود و اصلا فرصت فکر کردن نداشتیم. فرصت نشد فکر کنیم و درست تصمیم بگیریم. من و خانواده هم با قصاص قاتل مخالف بودیم. او باید زندانی میشد و جور دیگری مجازات میشد. او با اعدام شدنش راحت شد و رفت. ولی ما هر روز داریم عذاب میکشیم. از طرفی آن زمان پیامک‌های تهدیدآمیز داشتیم و تحت فشار بودیم. میگفتند نباید گذشت کنید. مردم همه میخواستند اعدام شود. جو امنیتی و پلیسی شده بود و خودمان هم حال بدی داشتیم. از طرف طرفدارهای برادرم هم تهدید میشدیم. فشار خیلی زیاد بود. در عرض 40 روز اعدام شد. برای همین نقشی نداشتیم. اگر به ما فرصت و اجازه میدادند خودمان تصمیم بگیریم، شاید این اتفاق نمیافتاد و قاتل را در نهایت میبخشیدیم. از او پرسیده میشود خودتان قاتل برادرتان را دیده بودید؟ علی در جواب میگوید من وقتی با قاتل روبرو شدم اصلا به او بی احترامی نکردم. فقط گفتم چرا این کار را کردی؟ او هم گفت وقتی که داداشت را دیدم و پیاده شد از هیکل بزرگش ترسیدم، ولی وقتی دیدم آدم آرام و مظلومی است جرأت پیدا کردم و او را زدم. با این حال اصلا به او بی احترامی نکردم. از علی پرسیده می شود قاتل هیچ وقت از شما درخواست بخشش نکرد؟ علی در جواب می گوید در تمام مدتی که او بازداشت شد حتی یک بار هم طلب بخشش نکرد. ولی من فکر می کنم که فرصت نداشتند. همه چیز خیلی سریع رخ داد. داغمان تازه بود. نه ما فرصت فکر کردن داشتیم و نه آنها فرصت تلاش برای نجات از اعدام قاتل داشتند. از علی پرسیده می شود یعنی الان پشیمانید از اینکه قاتل برادرتان اعدام شد؟ علی در جواب می گوید من همیشه گفتم دوست ندارم قاتل اعدام شود. الان هم می گویم از اینکه او اعدام شد خوشحال نیستم و حتی ناراحت هم هستم. از طرفی هنوز خیلی از مسائل برای ما گنگ و بی‌پاسخ است. من حس می کنم که مقصر اصلی مرگ برادرم علیرضا نبود. فکر می کنم پای کسان دیگری هم در میان بود. اما آن زمان آنقدر همه چیز سریع رخ داد که نشد به تمام این موضوعات رسیدگی کنیم. از علی پرسیده می شود حال روز شما و خانواده تان بعد از 13 سال چطور است؟ علی در جواب می گوید خیلی ناراحتیم. داغش هنوز تازه است. من همیشه گفتم روح الله بهترین بچه، بهترین برادر، بهترین شاگرد و بهترین دوستم بود. از 3 سالگی تمام کارهای برادرم را خودم انجام می دادم. من 8 سال بزرگتر بودم. همه کارهایش با خود من بود. حمام بردن، ورزش کردن و غذا دادن. خیلی از لحاظ روحی و روانی به برادرم وابسته بودم. هنوز هم وقتی عکسش را میبینم یا دوستانش را میبینم ناخودآگاه گریه میکنم. نمیتوانم فراموش کنم. هنوز وقتی سر مزارش میروم انگار همان روز اول است و حالم بد میشود. برادرم بهترین رفیقم بود و هر روز بیشتر دلتنگش میشوم. از علی پرسیده میشود مادر و پدرتان فوت کردند؟ علی در جواب میگوید بله،
مادرم که سال 75 فوت کرد، پدرم هم 40 روز پیش از مرگ روح الله فوت کرد. درست روز 40 پدرم و تولد امام زمان عجل الله بود که خبر دادند برادرم کشته شده است. ما تازه لباسهای مشکی خود را از تن در آورده بودیم که دوباره سیاه‌پوش شدیم. برادر علیرضا میگوید کاش فرصت زندگی به برادرم میدادند. هنوز هم در پروفایلش عکس برادرش را گذاشته. بعد از 13 سال حتی نتوانسته ذره‌ای از داغی که داشته کم کند. هر روز بیشتر از قبل آرزو می کند کاش برادرش زنده بود و او را یک بار دیگر میدید. برادر قاتل روح الله داداشی که هنوز هم با شنیدن نام علیرضا اشک میریزد در این باره میگوید برادرم گناهی نداشت. خیلی زود او را پای چوبی دار بردند و اعدامش کردند. نباید به این سرعت حکمش را اجرا میکردند. باید تحقیقات بیشتری در این باره صورت می گرفت. او یک بچه بود و هنوز به 18 سالگی هم نرسیده بود. قدرت تصمیم گیری نداشت. برادرم مظلوم بود و اهل دعوا نبود. اگر هم کاری کرده بود از روی عمد نبوده و حتما ترسیده بود. برای همین کاش به او فرصت زندگی کردن میدادند. به اندازه کافی تنبیه شده بود. ای کاش زنده میماند ولی در زندان زندگی میکرد. فقط زنده بود و ما هر از گاهی او را میدیدیم. دلم برایش بیشتر از قبل تنگ میشود. در هر شرایطی به یاد علیرضا میافتم و میگویم ای کاش بود، ای کاش نفس میکشید، ولی دیگر فایده ای ندارد. ما برادرم را از دست دادیم و مشخص نشد که ماجرای اصلی چه بوده است. آیا فکر میکنید که خانواده داداشی با نظرات و تفکرات خودشون تصمیماتشون رو میگرفتند و قاتل را میبخشیدند یا نه؟ ممنون میشم نظرات خودتون رو زیر این پست برای ما به اشتراک بذارید. مرسی که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. برای حمایت از ما دعوت میکنم که کانال ما رو سابسکرایب، زنگوله رو روشن و این ویدیو رو لایک کنید تا بیشتر دیده بشه. تا درود دیگر، بدرود.